سلام. مردم بریتانیا روز 23 ایون در رایپرسی عمومی تصمیم میگیرند که کشورشان در هیئت اتحادیه اروپا بماند و یا از آن خارج شود. بریتانیا سال 1973 به این اتحادیه همراه شد، ولی اکثر مردم چنین احساس دارند که این امپری سابق است کشورهای دیگری اتحادیه اروپا به کلی فرق میکند. بعضی دیگر از مقررات و محدودیت‌های اتحادیه اروپا و سیاست‌های یگانه آن خوشحال نیستند. از این رو دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قبل از رسیدن به حکومت وعده داد که به مردم امکان می‌دهد خودشان تصمیم بگیرند که بریتانیا بخشی از اتحادیه اروپا بماند و یا اختیارات کامل در سیاست‌گذاری‌ها را به دست خود بگیرد. درباره این رایپرسی صحبت داریم با ری فورلانگ، همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی. ری، به برنامه ما خوش آمدید. و اول درباره دلایل طرفداران خروج و هم طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا میگفتید. آنهایی که میخواهند بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شوند اساساً دلیل میارند که مسئله اساسی در اینجا دموکراسی است. یعنی اتحادیه اروپا به قدر کافی دموکراتی نیست. همین نهادی به نظر آنها غیر دموکراتی در واقع برای بریتانیا قانون میآورد و از این رو پارلمان بریتانیا دیگر مستقل نیست. طرفداران خروج میگویند که مسئله دموکراسی و مستقلیت است، ولی آنها در معرکه ترغیباتی خود بیشتر با مسئله مهاجرت تمرکز کردند. آنها میگویند بعد ترک اتحادیه اروپا بریتانیا میتواند مهاجرت به کشور را کمتر کند که این روند سالهای اخیر زیاد شده و به یک مسئله بحث برانگیز سیاسی تبدیل یافته است. در طرف دیگر جانبداران ماندن بریتانیا میگویند ترک اتحادیه اروپا نفوذ کشور را در جهان کم میکند و عاقبت‌های فلاکتبار اقتصادی داشته میتواند. جنبه‌هایی که طرفداران خروج از اتحادیه اروپا نادیده میگیرند یا این گونه حقیقت‌ها را نمیگویند. در مجموع همین است دلیل‌های طرفداران و مخالفان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا. ری، هرچند نظرسنجی‌ها میتوانند درست نباشند، ولی تاکنون چی نشان دادند؟ طرفداران ماندن زیاد هستند و یا طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؟ نظرسنجی‌ها غلط هم میکنند. ما نظرسنجی‌هایی را دیدیم که نشان دادند طرفداران خروج از اتحادیه اروپا 10% زیادتر از مخالفان است. یک روز بعد گفتند که مخالفان فقط 2 یا 3% زیادترند. مشکل آن است که نظرسنجی‌ها در بریتانیا زیاد قابل باوری نیستند. مثلا نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پارلمانی اخیر پیروزی حزب محافظه‌کار را پیشگویی کرده نتوانست. برعکس دیوید کامرون همچون نخست وزیر ماند و موقعش را مستحکم‌تر کرد. مشکل دیگر این است که در بین اعضای حزب‌ها هم در مسئله رایپرسی اختلاف نظر دیده می شود. اعضای مرکزگرای حزب محافظه‌کار می‌خواهند بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود و آنهایی هم هستند که به مثل دیوید کامرون این چیز را نمی‌خواهند. در بین اعضای حزب مخالف کارگر هم درباره ماندن و یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا اختلاف نظر وجود دارد و همین نظرسنجی‌ها را مشکل‌تر می‌کند. و بریتانیا یکی از قدرت‌های مهم جهانی است و خروج آن از اتحادیه اروپا چه پیامدهای بر صحنه سیاسی و یا اقتصادی جهان داشته می‌تواند؟ این در واقع یک سوال بسیار سخت است، ولی یک دلیل و یا وجه اساسی که طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا می‌آورند این است که میگویند ترک اتحادیه جهیدن به یک تاریکی است. ما نمیدونیم چی می شود و ما نباید خارج شویم. طرفداران خروج میگویند واقعا ما نمیدونیم چی می شود، ولی بریتانیا از عهده خودش میبراید، چون که یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی و یک نظام دموکراتی سابقه دار است. دموکراسی در اینجا ریشه عمیق دارد و ما می توانیم این گونه مشکلات را پشت سر کنیم. ولی آنچه که ما میدونیم این است که وقتی نظرسنجی ها نشان میدهند طرفداران خروج زیادترند، ارزش فوند در بازارهای جهانی پایین میآید و ما میدونیم که بازارها نامعلومی را دوست نمیدارند. در صورت ترک اتحادیه اروپا یک دوره دراز نامعلومی پیش میآید. 2 سال لازم است که بریتانیا شرط و شرایط خروج را با اتحادیه اروپا بررسی نماید. بعد از این چند سال لازم می شود که قراردادهای تجارتی بین دو طرف بازنگری شود و همین گونه قراردادها بین بریتانیا و آمریکا که یک بازار بزرگ است. همه این نامعلومی ها اثرات اقتصادی دارند. در آینده دور معلوم نیست که چگونه حکومت در بریتانیا سر قدرت می آید و چه سیاستی را پیش می گیرد. ولی در کوتاه مدت اثرات اقتصادی خروج بسیار سخت می شود.
تشکر. ای فورلانگ همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت می‌کرد. تشکر.